برادر با یک سوال دیگر که همی میخواستم که همینجا میگفتد که زن چقدر حق داشتن در بالای شوهر داشتن خودش رو مثال روشن‌تر کرده می‌افتید برای که بسیار مردها را می‌بینیم که مثلا زناشون بسیار عذاب می‌تنند یعنی یک ناجور به هر یک چیز ناچیز مثلا همین را مثلا همون حتی شما هم گوش میکنن خواهش میکنم برادر کسی که زنش عذاب میدهد نزدیکترین آدماشه بعد اونا از طرف دیگر جا ظلم کرده میشه. شما اگر ظلم کنید همین زنم اگر گنده باشد هم ظلم کردن ممکن نیست. اگر گنده باشد اینکه زندگی کرده نمیشدگی باشد بنازی طلاق شد و جدا شدن نکن. لیکن ظلم کردن نکن 2 سال زنکتی یگان بار وام نخورده است 2 سال یک تیم پولم نفرستاند با فرزندم دارد همین زنک. این شکایت های زنها بسیاری بد است. شما فکر میکنید که این زنهایی که به هیچ جا شکایت کردن نمیتونن بعد مثلا برادرای زن یا پدری زن غالبا این داماد که جنگ نکنیم گفته خداشون گوششون کاری میاندازن. الله انصاف یاد میگن. شما وقتی که این زنی بیچاره که به هیچ جا صدا بلند کردن نمیتوند همین ظلم میکنه به الله تعالی شما هم خیر میکنند که در نزد دیگه آدم‌های بی‌شرف و بی‌ناموس زبان کوته میشید و در نزد آنها از بالی آنها ظلم کرده میشید. چی فایده؟ این زن به هر حال یک زنی هست که به شما خدمت کردگی هست. شاید مادری فرزنداتون است، شاید مثلا شما را از حرام نگاه داشت. ولا تنسوا الفضل بینکم، نیکی هایی که بیناتون شد اونو فراموش نکنید. آدم با یک آدم یک مراتبه اگر 8 درصدی دسترخوان چای خورده باشد باید همین قدری همین نعمت به جا بیارد. بعد ظلم میکنید اون بعد با میگویتون که در بالای ما ظالم حاکم است. الله تعالی میگه که کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ما ظالم ها رو با ظالم ها میزنیم. باری یک ظالم چه و از ظالمی کلانتر میتید، باری ظالمی کلانتر به ظالمی کلانتر میدهد، باری اون ظالم با یک ظالمی زرد و سرزرد میتید، باری اونش با یک دیگه سرسیاش میتید. بنابراین کسی ظلم میکند ظلم کرده میشه. بنابراین به این زنهای بیچاره و به این کودکا ظلم نکنید که حتما در همین دنیا جزاتون میبینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کفى بالمرء اثما ان یضیع من یعول، برای یا آدم گناهش بس کفایتی میکند اینکه اهل و عائلش ضایع کند. اونایی که حق آنها بر ذمه این است اما حقای ادا نکند. شما یک خانه‌تون اگر حقش ادا کرده نتونید اگر شما راهبر شوید حق مردم چه خیلی ادا میکنید. شما حق 4-5 کس یا حقی از زن ادا کرده نمیتونید. این شکایتی که مردم زنها از بالای شوهراشون کردیان بی نهایت بسیار است. بنابراین برادرها ترسیتون از الله تعالی، از عذاب الله، از عذاب دوزخ نترسید، از عذاب دنیا ترسید. سنت حیات دنیا همین که در همین دنیا هم عذاب داده میشه کسی ظلم میکنه. چون میکنه ظلم کرده 2 سال نخواد زنه که آدم یک پول نفرستاند یک بار وام نخورد. بله و تا وای مینت میکنه که مثال ما برای تو شده کار میکنم تو را میخورم مثال بودکوی تو را میخورم برای تو خانه میخورم وظیفه آخر وظیفه مرد تامین اهل و عائله شه. بله وظیفه زن و فرزندا شکرانه کردن. همین پولی که پدر آورد شوهر آورد و باید صرفه‌کارانه استفاده کرده، ضایع نکرده، از حساب پدر گناه نکرده. هر یک نعمت، هر یک پولی که دارید، هر یک تلفنی که دارید اینا امانت است. روز قیامت پرسیده میشه. زن و فرزندان باید حق پدر رعایت کنند، پدر هم باید وظیفه‌اش اجرا کند. لیکن اساسی وظیفه پدر این خورانیدن و پوشاندن، اساسیش این تعلیم و تربیه هست. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه همه شما راهبر هستید و همه شما از زیر دستانتان روز قیامت
پرسیده میشید، مسئول هستید. زنک هم از همون خانه‌ش و از فرزنداش روز قیامت پرسیده میشد. مردک از بالای هم زنش هم فرزنداش پرسیده میشد. همه مسئولیت دارد. و اعطی کل ذی حق حقه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر یک صاحب حق را حقش را ادا کن.